ماساژ سطح داخلی رانهای مرد، بعد گرفتن کمر مرد به وسیله زن با دستش، یعنی مرد در حین رابطه جنسی دستاش با دستاش کمر مردش رو بگیره. در مرحله بعد پاهاش رو خانوم به دور کمر شوهرش حلقه کنه. بعد لبهای مرد خیلی نقطه حساسیه، گیرنده های بسیار زیاد در رشته های عصبی زیادی لب ما انسان ها داره، هم زن هم مرد. الان فقط اشاره میکنم لب مرد، بعد برسیم به قسمت خانوما، اونجا راجع به این لبها نکته ای رو عرض خواهم کرد که این هم خیلی خیلی مهمه. اینا مربوط به جسم بود که خانوما باید بدونن، ولی خانوما باید بدونن که دو تا عامل دیگه هم ربطی به جسم مرد نداره ولی تحریک کننده است. یکی آه و ناله زنه، زن آه و ناله کنه. بعضی از خانوما موقع رابطه جنسی صم بکمن عمیون، بابا جونی چیزی آهی ناله حرف چیزی بس تحریک بشه مردت. جنازه متحرک یه جنازه است، یه جنازه است. همون کرد کنه سنگ مرمر بسیار زیبایی است، مرمره خیلی خوشگله ولی سنگه بابا چون یه تحرکی داشته باشه. حالا راجع به تکنیک استاپ اند استارت، توقف حرکت که لازمه نکته ای رو عرض خواهم کرد که متاسفانه بعضی از خیلی از خانوما توجه ندارن، ولی تو این قسمت خانم آه و ناله‌ای کن لذت میبره. سخنان جنسی زن خیلی مردو تحریک میکنه، حرفای تحریک کننده، حرفای جنسی. بعد نقاط تحریک زن، آقایون مهمترین نقطه تحریک زن نقطه است به نام کلیتوریس یا بزر یا چوچول یا چوچوله. این کلیتوریس کجاست، چی جوریه؟ عرض بکنم خدمتون، کلیتوریس یه زائده یا برجستگی مخاطیه در یه قسمتی از بدن زن که عرض خواهم کرد. کجاست؟ به اندازه 75 میلیمتر یا 1 سانتی متر که این سرش عین برجسته است، عین نخوده و قیافه شبیه آلت تناسلی مرد در مقیاسی بسیار کوچکتر. آلت تناسلی مرد رو تصویر بفرمایید که نوکش بنده است، عین نخوده. این کلیتوریس یا بزر یا چوچول یا چوچوله در زن هم یه همچی چیزیه که سرش برآمدگی داره و عین نخوده. کجای زن قرار داره؟ در محل اتصال دو لبه دستگاه تناسلی زن قرار داره، در محل اتصال دستگاه دو لبه دستگاه تناسلی زن قرار داره. این مهمترین نقطه آقایون حساس و مهمترین نقطه بدن زن برای تحریکه. یعنی اگر بهتون بگم یه جورای مشابه همون آلت تناسلی مرد که عرض کردم تقریبا مثل لمس تمام بدن مرده، این هم همین جوره. اگه بهتون بگم 98% عامل تحریک زن همین نقطه است، همین کلیتوریسه، اغراق نکردم. که حداقل 5 دقیقه بیشتر بشه عالی‌تره ها. حال داشته باشه مرد، روحیه داشته باشه بیشتر. نداری 5 دقیقه آرام با نوک انگشتتون کلیتوریس رو باید تحریک کنید و بعد از 5 دقیقه احساس میکنید یه مقداری برجسته تر میشه و سفت‌تر میشه. این اوج تحریک زن تو این نقطه است، توجه داشته باشید. در مرحله بعد لبهای بزرگ و کوچک محول، دستگاه تناسلی زن لبهای بزرگ و کوچیکش تحریک کننده است. در مرحله بعد آقا این سینه های زنه. سینه های زن خیلی خیلی تحریک میکنه زن رو. بعد ما چقدر روایت داریم تو این زمینه، جالبه، باورتون میشه؟ یعنی اولیای الهی تا اینجا هم پیش رفتن. بله، چون اینا عزیزان من نیازهای زندگی ماست، این جزء زندگی ماست، اینا جزء لوازم زندگی انسانه. لذا ورود پیدا کردن اولیای الهی. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن لا تجامع امرأتک، آقا با زنت مجامعت نکن، با زنت نزدیکی نکن، مگر اینکه الا حتی تلاعبها، مگر اینکه باش ملاعبه کنی، تحریکش کنی، و تکثر ملاعبتها، و این ملاعبه رو زیاد کنی، با 1-2 دقیقه رها نکنی.
زیاد ملاعبه کنی. و تقمض ثدیها، و سینه هاش رو بمالی به آرامی، سینه هاش رو بمالی. فانک اذا فعلت ذلک، اگه این کارو کردی، غلبت شهوتها، شهوتش غالب میشه، هیجان پیدا میکنه. و شهوت تظهر من وجهها و عینها، و این شهوت رو در صورتش و چشاش میبینی. این کار رو آقایون بکنید. شما اون کلیتوریس، بعد سینه های زن، بعد اون لبهای بزرگ و کوچیک محبل رو تحریک کنید، بعد چهره خانمتون رو نگاه کنید. اگه آثار تحریک رو تو چهره خانمتون ندیدی، هم تو چهرهش، فی وجهها و عینها، هم تو چشاش، هم توی صورتش، که این نشانه ها رو عرض خواهم کرد. آقا من از کجا بفهمم زنم الان تحریک شده؟ نشانه داره، نشانهاش خدمتون عرض خواهم کرد. این مطلب رو جدی بگیرید. این قسمت بدن زن خیلی حساسه، افزون بر خود سینه ها، حاله نوک سینه ها هم حساسه. نوک سینه رو به آرامی بفشارید و به آرامی گاز بگیرید. این نقطه حساسیه. محکم مرد اگر فشار بده یا محکم گاز بگیره، زن احساس درد میکنه، فروکش میکنه. چند دقیقه مرد خانمش رو آماده کرده، تحریکش کرده، با یه رفتار اینجوری میبینید میفته، از حال هوا میفته، سرد میشه به آرامی. در مرحله بعد لبهای زنه. عرض کردم خدمتتون این عضو مشترکه در زن و در مرد. لبها بسیار تحریک کننده است، به خاطر همون عرض کردم رشته های عصبی که در لب وجود داره. بوسیدن لبهای زن، مکیدن لبهای زن و آرام گاز گرفتن. آروم گاز بگیرید، ببوسید و بمکید. بله خیلی آقایون لبهای همسرشون رو میبوسن، ولی توجه ندارن که این لبهای او رو بمکن او لذت میبره، به این توجه ندارن. یا آروم گاز بگیرن، توجه ندارن که لذت میبره از این کار. رسول خدا، روایت براتون بخونم، فرمودن هیچ یک از شما با همسر خود مانند حیوانات نزدیکی نکند، بلکه باید میان شما قاصدی باشد. پرسیدن یا رسول الله قاصد چیست؟ حضرت فرمود بوسه و سخن. بوسه و سخن. ببوسید همسرتون، خانم آقا رو ببوسه، آقا خانم رو ببوسه، و سخن و حرفی بزنید. عرض کردم خانم صمم بکمون نباشه. حالا توی سیریهای قبلی من عرض کردم جزء تفاوت‌ها، زن اهل سکوت در رابطه جنسی و مرد اهل کلام. برعکس اصله. در اصل زندگی مرد اهل سکوت، زن اهل کلام، اما تو رابطه جنسی کاملا برعکسه، زن اهل سکوت و مرد اهل کلامه. موبایلاشون رو دوستان خاموش کنن دیگه، موبایل جواب ندید. مرد اهل کلام توی رابطه جنسی، زن اهل سکوته، ولی زنم باید حرف بزنه. فرمودن آقا قاصد چیز؟ فرمود بوسه و سخن. بعد مکیدن زبان زن، زبونش، لبها یه بحثه، زبان زن یه بحث دیگه است. زبان همسرتون رو بمکید و بالعکس. خیلی اینا رو چون تجربه نکردن عجیبه براشون. تجربه کنید بعد میفهمید چقدر لذت بخشه برای هم همسر شما. ممکن البته شما پیشنهاد به همسرتون بکنید خوشش نیاد، استقبال نکنه، ولی این باید عملاً بهش نشون بدید. آروم آروم قسمت کوچکی از نوک زبانتون رو داخل دهان اون قرار بدید، بعد اون لمس میکنه، میچشه، بعد احساس میکنه عجب خیلی چیز خوبیه، و بعد از اون تقاضا میکنید که یه مقدار زبان او رو میک بزنید. بعد خود شما احساس میکنید چقدر لذتی میبرید.